یه رج 3 و دوباره نشونمون رو میذاریم. خب در ابتدای رج 3 ما باید تک در میون دونه اضافه کنیم. یعنی ابتدای رج من میام 2 تا پایه میزنم، یکی که زدم، یکی دیگه هم توی همین خونه میزنم. میرم پایه بعد، یک پایه میزنم، روی پایه بعدی میرم 2 تا پایه میزنم. پس رج 3 تک در میون ما افزایشی داریم. یه پایه 2 تا میخوره، پایه بعد یکی، تا انتهای رج به همین صورت ببافیم. خب رج 3 رو هم بافتیم، رسیدیم به ابتدای رج. میایم دوباره نشون رو باز میکنیم، به ابتدای رج یه دونه پایه میزنیم و بعد نشونمون رو میذاریم که اشتباه نکنید، حتما از نشون استفاده کنید. خب در ابتدای رج 4 ما میایم 2 تا خونه اول رو تک میبافیم، خونه سوم رو جفت. پس تو خونه اول یه پایه تک بافتیم، میریم خونه بعد هم یه پایه تک و خونه سوم رو یک پایه جفت میزنیم. پس در رج 4 2 تا تک داریم، یک جفت. ببینید یک تک، 2 تک، یک جفت، دوباره یک تک، 2 تک و خونه بعد رو جفت میبافیم. این رج رو هم ببافیم و برگردیم. یه نکته بگم، این بافتتون که داره اینجوری میشه کار بهش نداشته باشید، بذارید همینجوری ببافید. یعنی این قسمتی که داخل انگار بافته و پشت بافته به سمت خودتونه، این قسمت هم که داخله، حالا به همین روش ببافید تا بعد در انتها بهتون بگم که برای چی. خب رج 4 رو هم بافتم. به دونه آخر رج 4 که رسیدی باید جفت باشه. اگر جایی دیدین اینجا مثلا تک شد، بدونید که تو دونه های قبل اشتباه کردیم، پس دقت کنید. خب رسیدیم به ابتدای رج، دوباره بست و باز میکنیم. ابتدای رج 5یم، یک پایه میزنیم، نشونمون رو میذاریم. بعد میایم در رج 5 به چه صورت الگوی بافت داریم؟ باید روی پایه اول 2 تا ببافیم. پس من یه دونه پایه زدم، یه دونه دیگه هم پایه میزنم. بعد میام روی 3 تا پایه بعدی هر کدوم یه دونه پایه میزنم. این یه پایه، روی پایه بعد هم یه پایه و روی پایه بعد هم یه پایه میزنم. پس چی شد؟ رج 5 یه جفت داشتیم، 3 تا تک. بعد میام پایه بعدی رو، دیگه نوبت بافت جفتمه، 2 تا پایه میزنم. بعد از اینکه رو این پایه یه پایه جفت زدم، روی 3 تای بعد رو تک میبافم و تا انتهای بافت.